دیگه از جمله سنت های فراموش شده 22م سنت صلات الضحی هست، نماز چاشت. چاشت ما و شما چاشت در زبان عربی ضحی چی رو کدام وقت میگن؟ وقتی رو میگن که از ساعت 8 بجه شروع میشه تا تقریبا ساعت 10 بجه و اینی وقتا. دیگه بین نیمه 8 بجه و 10 بجه ساعت 8 و 9 و 10 اینی وقت صلات ضحی می باشه. عن ابی هریره رضی الله عنه، ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگه که قال اوصانی خلیلی بثلاث، میگه مرا وصیت کرد دوست ما، یعنی دوستش رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم مرا توصیه کرد به 3 چیز لا ادعوهن حتی اموت، که من یا را باید ترک نکنم حتی زمان مرگم. این 3 چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم با ابو هریره رضی الله عنه وصیت کرده بود چی بود؟ صوم 3 ایام من کل شهر، روزه گرفتن 3 روز از هر ماه، یعنی روزای ایام بید میگن 13 14 و 15 ماهای قمری را که انسان مسلمان 13 و 14 و 15 ماه قمری را یادداشت بگیرن و این 3 روزه بگیرن. و دیگه برای چی میگه مرا توصیه کرد؟ و صلات الضحی، و دیگه یکی از که صلات الضحی را بخوانم که همین ساعتای 7 و نیم 8 9 تا 9 و نیم و 10 این وقتا نماز ضحی. و نوم علی وتر، و دیگه وصیتی که میگه رسول الله صلی الله علیه و آله سیومی وصیت کرد و چی بود؟ که من خواب کنم به نماز وتر، یعنی نماز وتر خدا در مسجد نخوانم و نماز وتر به همراه نماز خفتن نخوانم، بلکه او را نگاه کنم بانم خوب تا وقتی که اراده خواب کردم باز وتر بخوانم، بعد از چی کنم؟ خواب بکنم. دیگه این حدیث 1178 صحیح البخاری هست که این 3 سنت بسیار مردم کل ما و شمایی بیخی فراموش شده. 3 روز روزه را در ما خو بسیار کم است، بیخی فراموش شده. نماز ضحی خو اکثر نمی کسایی که هستن دیگه ایام فراموش شده و این وتر زود مردم در مسجد میخوانن، خدا خلاص میکنن پیش از نماز خفتن. این 3 سنت است که فراموش شده که الله بر ما و شما توفیق بده که این سنت ها را چی کنیم؟ زنده بکنیم.